صفرا خانم این واقعا ایشون ما رو بیزار کرده. شما نمیدونی ما چی کشیدیم. خدا سرشاهده قبل از اینکه ما بیام این مراسم شب یلدا تو آینه نگاه کرد، تو چشم خودش نگاه کرد، گفت که من که اصلا بابا فاستینگ بود 2 روز، اصلا توی 2 روز شما اسید تراشو کردی. خب الان من این 5 کیلویی برنجو 5 کیلو هم چه بسا بیشتر تارم هم هست. خب اینا قراره چجوری اصلا شما اسید داشته باشی؟ من چه کار بکنم؟ بیا کیلو موز خورده. خب یوست میگیره. بچه‌های چدون به روده بزرگ، روده کوچیک، اینا چه گناهی کردن؟ چه بعد انتهای روده. صبح تا شب آدم تو باشگاه بود. بیا شکر سفید. خب حالا برو رو تلت می چه فایده؟ اینا رو که نمک و بگو پوفیوز بی شرف، تو چطور اینو خوردی؟ این الان برای من سواله. 2 تن ماهی، تو رژیمی، تو انسان نیستی. پدر او ریه رو در آورده، اصلا کل 20 سال از عمر او ریه کم شد. خدا شاهده. میخواد چی بشه این انسان؟ بعد میاد میگه که من به سلامتی دارم میزنم. به سلامتی کی؟ تو اصلا به سلامتی فکر میکنی؟ تو انسانی، تو شرف داری. 90% الکل. خب تو بی وجدانی، تو ندید بدیدی، تو یه شب که همه چی نخوره اینقدر. خیلی خری. کسی هم نیست بهت کمک بکنه ما اینا رو جمع بکنیم. نوشابه رو بهت گفتم رفته فروشگاه خرید کرده بی شرف.